یو حجره د دریو برخو څخه جوړ شوی ده: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. در تصویر که میبینیم اولین بحث را که ما میخوانیم غشای حجروی است. لومړنۍ برخه چې وایو غشای حجروی یا سل ممبرین ده. اولین بحث را که ما داریم در اینجا او هم غشای حجروی یا سل ممبرین است. غشای حجروی چی هست؟ تعریفش چیست؟ از کدام بخش ها تشکیل شده است و هر بخشش دارای کدام مواد می باشه و کدام وظایف انجام میده. بحث اول ما همی است. دا بحث که باید مکپو شو چې سل ممبرین څه ته وایي، تعریف یې څه ډول ده، او همدارنګه سل ممبرین د کومو برخو څخه جوړ شوی ده او هر برخه کې کوم مواد دي او همدارنګه هر برخه کومه دنده یا وظیفه سرته رسوي. در این بحث امی را میخوانیم. طوری که شما در تصویر میبینین امی ساختمان سل ممبرین یا غشای حجروی است. شما در قسمت های مختلفش متنهای مختلف اینجا میبینین. در قسمت بالا ببینین گلایکولیپید است، گلایکوپروتین است، گلوبیولر پروتین است، کربوهیدرات است، انتگرال پروتین است، چینل پروتین است، الفا هایلکس پروتین است، پرفیرر پروتین است، به همین قسم کلسترول است. پس از اینجا در ذهن شما یک موضوع حتما خطور کرده، به صورت عمومی فهمیدین که در سل ممبرین از کدام بخش ها تشکیل شده است. دا نمونه چې وای استاسو ذهن ته حتما یو موضوع راځي چې د حجره غشا د کومو برخو څخه جوړ شوی ده. از این تصویر ما مفهوم گرفتیم که اینجا چند کلمه موجود بود. یکی کلمه لیپید بود، یکی پروتین بود و یکی کربوهیدرات بود. سه موضوع در اینجا ذکر شده. پس این تصویر خودش به ما بیان میکنه که غشای حجروی از سه بخش تشکیل شده است که یک بخشش لیپید است یا شحمیات است، بخش دیگرش کربوهیدرات یا قندها است و بخش دیگرش هم پروتین می باشه. دا تصویر ته که دقت وکړو د دې نمونه نه موږ پوهیږو چې سل ممبرین د دریو برخو څخه جوړ شوی ده. یو لیپید برخه ده یا شحمیاتو برخه ده، دویم کربوهیدرات یا د قندونو برخه ده او دریم هم د پروتین برخه ده. بیا هم د تاسو ورده نوبت شماست که در مورد از این تشریحات میگین. خب تمامتان باید حضور فعال و سهم فعال در صنف داشته باشین. خواهر ما قربانگل نظری. با عرض سلام استاد محترم به شما و به مسئولین عزیز. غشای حجروی از سه بخش البته تشکیل شده. اینجا فقط غشای حجروی را تشریح میکنیم که کلمه لیپید است شامل غشای حجروی شحمیات، کربوهیدرات است که شامل قند میشه و سومی البته پروتین است که این سه بخش مربوط غشای حجروی هستند. تشکر. درسته خواهر گرامی، بحث به طور عالی تشریح کردین. حالا خب فهمیدیم که از سه بخش تشکیل شده است که لیپید است، پروتین است و شحم است. په دې باندې خو پوه شو چې د دریو برخو څخه جوړ شوی ده چې لیپید ده، پروتین ده او بیا هم قندونه دي. اوس په دې برخه باید پوه شو چې څومره فیصدي د لیپید ده، څومره فیصدي د کربوهیدرات یا د قند او څومره فیصدی د پروتین دی. حالا در این باید بفهمیم که چقدر فیصدی کربوهیدرات یا قند است در تشکیل سل ممبرین و همچنان چند فیصد پروتین است، چند فیصد لیپید، چند فیصد کربوهیدرات یا قند. فیصدی هایش هم باید بفهمیم. فهمیدیم خواهد سه بخش تشکیل شده که قند، شحم و پروتین. پس از سه بخش تشکیل شده. نو دریو برخو څخه جوړ شوی ده: قندونه، شحمیات او پروتین. اوس راځو د دوی فیصدي باندې چې هر برخه د 100% نه تشکیل شوی ده. پس غشای حجروی را باید تعریفش بفهمیم. غشا به معنی پرده میشه. پس یک پوش محافظوی است که مایعات داخل حجروی و خارج حجروی را از هم جدا می کند.
یعنی سرحد جدایی بین مایعات داخل حجروی و خارج حجروی می باشد و یک ساختمان حجره را مشخص میکنه. ساختمان حجره توسط غشای حجروی یا توسط سل ممبرین مشخص میشه. پس یک پوش محافظوی است که مایعات داخل حجروی و خارج حجروی را از هم جدا میکنه. نو یو محافظوی پوخ ده چې د حجره داخل مایعات او د حجره بهر مایعات یو بل څخه بیل کوي. او همدارنګه سل ممبرین د حجره شکل کې هم اهمیت لري، د حجره شکل هم تعیینوي. پس فهمیدیم که یک پوش محافظوی است که مایعات داخل حجروی و خارج حجروی را از هم جدا میکنه، به حجره شکل میدهد و تمام انتقالات به داخل حجره و خارج حجره و خارج حجره توسط غشای حجروی کنترل می شود. وقتی که حجره یک مواد یا یک ماده را داخل خود می سازد توسط غشای حجروی داخل میشه، یا مواد اضافی را وقتی که اطراح میکنه توسط غشای حجروی اطراح میشه. کله چې حجره یو مواد خپل منځ کې داخلوي او یا هم اضافي مواد لزانه بهر باسي، دا ټول د غشای حجروی په واسطه یا د سل ممبرین په واسطه کیږي. و این غشای حجروی از کدام مواد تشکیل شده؟ فیصدی های هر موادش کدام است؟ از 3 بخش تشکیل شده بود که پروتین 55% پروتین تشکیل میده. باز پروتینش هم میخوانیم که به صورت عمومی به 4 بخش بزرگ تقسیم شده و بعضی پروتین های دیگر هم وجود داره، اما 4 نوع پروتین عمده در وجود داره. پس غشای حجروی 55% پروتین تشکیل داده. غشای حجروی 55% از پروتین تشکیل شده، 40% از لیپید یا شحمیات و 5% از قندها یا کربوهیدرات ها تشکیل شده است. حجروی غشا 50% یا 50 سلنه د پروتین څخه جوړ شوی ده، 40 سلنه د لیپید یا شحم څخه جوړ شوی ده او همدارنګه 15% د قندونو یا کربوهیدرات څخه جوړ شوی ده. و لیپید در کجا قرار داره؟ پروتین در کجا قرار داره؟ کربوهیدرات در کجا قرار داره در غشای حجروی؟ در این بحث ما باقی مانده است. لیپید چیرې موقعیت لري؟ پروتین چیرې موقعیت لري؟ کربوهیدرات چیرې موقعیت لري؟ دا بحث باقی پاتې ده. لیپید در 2 طبقه در قسمت وسطی قرار دارد. لیپیدها در 2 طبقه در قسمت وسطی قرار دارد. یعنی امی غشای حجروی را اگر ما به 2 طبقه تقسیم کنیم، در قسمت های وسطیش لیپید قرار دارد و پروتین ها در 2 طرف لیپید ها قرار داره. پروتین و کربوهیدرات در 2 طرف لیپید قرار داره. لیپیدونه په 2 طبقو کې موقعیت لري، په 2 وسطی طبقو کې موقعیت لري، منځنۍ طبقو کې. که چیرې د سل ممبرین موږ منځ د نیم کړو، دا منځ کې لیپید موقعیت لري او د لیپید په 2 برخو کې پروتین او قندونه موقعیت لري. اوس هم د تاسو ورده نوبت شما هست و در درس سهم داشته باشین. حالا یک خواهر ما که بحث تشریح میکنه، خواهر ما فریده. خب فکر کنم این خواهر ما مشکل اینترنتی شاید داشته باشه. زموږ بل خور چې دا درس تشریح کوي، خالده از تانکزی. بسم الله الرحمن الرحیم. غشای حجروی. غشای حجروی پوشش محافظه‌ای بوده که مایعات داخل حجروی و خارج الحجروی را از هم جدا میکند. تمام انتقالات به داخل حجره و خارج حجره توسط غشای حجروی کنترل می شود. غشای حجروی از 55% پروتین، 40% لیپید، 5% کربوهیدرات ساخته شده. لیپید در 2 طبقه در قسمت وسطی قرار دارد. پروتین و کربوهیدرات در 2 طرف لیپید قرار دارد. تشکر سوجان. درسته خواهر گرامی. این موضوع را هم فهمیدیم که غشای حجروی را چگونه تعریف کنیم و همچنان
غشای حجروی چی وظیفه را انجام میده و از کدام بخش ها ساخته شده، در تشکیلش کدام مواد سهم داره. دی بحث بنده هم پوه شد چه حجروی غشا ستوای تعریف است ډول ده، کوم کارونه سرته رسوي او همدارنګه د کومو موادو څخه جوړ شوی ده. ادامه میدهیم بحث. این تصویر که میبینین ساختمان سل ممبرین است، ساختمان غشای حجروی یا سل ممبرین استراکچر است. تمام موادی که را تشکیل داده این هم ساختمانش است که لیپید ها در کجا قرار داره و پروتین ها در کجا قرار داره، شحمیات در کجا قرار داره. در این مورد بحث صورت گرفته. شما میبینید در این قسمت شما میبینید که از وسط نصف شده. ما گفته بودیم در قسمت های وسطیش این قسمت ها چی قرار داشته؟ این قسمت ها را حالا میبینین این قسمت ها لیپید ها قرار داره که به شکل فسفولیپید است. و به می قسم در قسمت های مختلف دیگر میبینین که پروتین های مختلف قرار داره. مثلا ریسپتور پروتین است، انتگرال پروتین است، پروتین محیطی است و قسمت بالا هم گلایکوپروتین است و به می قسم مواد قندی و مواد لیپیدی و مواد قندی، مواد شحمی و مواد لیپیدی را مکمل یا مواد قندی را مکمل در اینجا نشان داده است. پس در درس ما گفته بودیم که ساختمان غشای حجروی از 3 نوع مواد ساخته شده است که یکیش لیپید بود یا شحم، دومش هم پروتین بود و سومش هم بود کربوهیدرات یا قند. تمامش به شکل مولکول های کیمیاوی می باشه. این مواد که گفتیم به شکل مولکول های کیمیاوی می باشه که در این بحث ادامه می دهیم. این تصویر باز هم دوباره در موردش بحث داریم، ولی قبل از آن موضوعاتی که باقی مانده همین بخشایش بفهمیم که کدام بخش های دیگر است. در این مثال بعدی ببینین، در تصویر بعدی باز هم ساختمانش است، ساختمان سل ممبرین یا غشای حجروی است که هر قسمت هم موادش هم مشخص ذکر کرده که کربوهیدرات در کجا قرار داره، لیپید ها در کجا قرار داره، پروتین ها در کجا قرار داره، مکمل در تصویر واضح دیده می شود. و همچنان در این تصویر هم می بینیم که بخش های مختلف غشای حجروی است که بیشتر در این تصویر لیپید ها را مشخص کرده که به شکل گلایکولیپید است یا به شکل گلایکوپروتین است. تمام این بحث ها را میخوانیم، اما باید اول بحث را که بشناسیم امی لیپید ها و قند ها و پروتین ها را بشناسیم، بعد در این تصویر باز بیشتر میفهمیم. پس میایم اول لیپید هایش باید بشناسیم که چی کار انجام میده. اول رازو باید لیپید په حق معلومات حاصل کو، بیا ورسته تصویرو باندې بیا هم خبرې کوو. لیپید چی است؟ لیپید بخش شحمی غشای حجروی است و به حیث یک غشای نیمه قابل نفوذ عمل میکنه و وظیفهش چی است؟ مواد منحل در شحم انتقال میده و مواد منحل در آب نمیگذاره که به حجره انتقال شود. دی لیپید یا شحمیات و برخه یو نیمه قابل نفوذ غشا یا پرده ده، نیمه نفوذ کوي، نیمه اغیز کوي، یعنی مواد په بشپړ ډول نه انتقالوي، یو خانه انتقالوي بل خوا نه پریدي چې انتقال شي. نیمه قابل نفوذ به این معنی که مواد از یک طرف میتونه انتقال شوه، از طرف دیگر انتقال شده نمیتونه، انتقال یک طرفه میشه. و مواد منحل در شحم انتقال میده هغه مواد چې په غوړی کې په شحمیت کې حل شوی دی هغه حجرې ته انتقالوي، او هغه مواد چې اوبو کې حل شوی دی نه پریدي چې حجرې ته لاړ شي. بیا هم د تاسو ورده، باز هم نوبت شما هست. خواهر ما از اکانت به نام صمیمی. سلام علیکم استاد، صدای ما را داریم؟ علیکم سلام خواهر گرامی، صدای شما را داریم.
خب لیپید غشای حجره بخش شحمی غشای حجروی است که مواد منحل در آب را انتقال میده و موادی که منحل نشده باشه را انتقال نمیده یا در او مانع ایجاد میکنه. مواد منحل در شحم انتقال میده یا مواد منحل در آب؟ مواد منحل در شحم را انتقال میده و موادی که منحل نشده باشه را مانع ایجاد میکنه. بله مواد درست، منحل در آب نشده باشه. درسته. مواد منحل در شحم انتقال میده و مواد منحل در آب نمیگذاره که انتقال شود. باز بعدها ما میخوانیم که همین مولکول ها مکمل به صورت عمومی به دو بخش تقسیم میشه. یک نوعش هست که منحل در آب و یک نوع منحل در شحم. دواها را هم که میخوانیم میشه منحل در آب باشه یا منحل در شحم باشه که بعدها در این مورد بحث داریم. حتی همین به شکل سرنج که تطبیق میکنه این هم منحل در آب و منحل در شحم است که در شما میبینی آی وی و آی ام نوشته شده است، منحل در آب و منحل در شحم که در اونجا بحث میشه و بعد در او بحث داریم. پس تمام مواد از لحاظ کیمیا هم در نظر بگیریم به دو بخش تقسیم میشه، یکی منحل در شحم یکی منحل در آب. پس لیپید چی کار میکنه؟ لیپید منحل در شحم اجازه میده که انتقال کنه و منحل در آب اجازه نمیده. و پروتین های غشای حجروی کدام ها هستند؟ در مورد پروتین ها هم باید بحث داشته باشیم. پروتین های غشای حجروی به صورت عمومی به 4 بخش عمده تقسیم میکنیم، ولی بجز از این 4 بخش یک سلسله پروتین های است که به صورت جداگانه او به حیث انتیجین و یا در ساختن انزایم ها نقش داره. پس یک پروتین است به نام انتگرال پروتین که به حیث ساختمان استنادی یا استحکامیت سبب استحکامیت غشای حجروی می شود. نوع دومش چینل پروتین است که مجرای عبور مواد منحل در آب انتقال می دهد. چینل پروتین مواد منحل در آب از طریق مجرا یا کانال خود انتقال می دهد. کریر پروتین هم به حیث یک ناقل در اکتیو و پاسیو ترانسپورت نقش دارد. اکتیو و پاسیو ترانسپورت انواع انتقالات حجروی می باشد که بعدها بحث‌های ما در این مورد هست و همچنان به حیث ریسپتور یا آخذه هم عمل میکنه. آخذه هم عمل میکنه، مثلا در هورمون میشه نقش داشته باشه، پس به حیث آخذه هم عمل میکنه. و بعضی مولکول ها در ساختن انزایم ها هم نقش داره. بعضی مولکول های پروتئینی است که انزایم میسازه و همچنان بعضی هایش به حیث انتیجن کار میکنن. پس پروتئین ها به صورت عمده به 4 بخش میتونیم تقسیم کنیم پروتئین های غشای حجروی را، ولی بجز از این 4 بخش یک سلسله استثناءات هم وجود داره. پروتئین های دیگر وجود داره که طبقه بندی ها شامل نیست. د سل ممبرین پروتینونه په اساسي ډول په څلورو برخو ویشي، خو ځینې نورې هم شته چې دا څلورو برخو کې شامل نه دي. اول ډول د انټیګرال پروتین چې د سل ممبرین ته استحکامیت ورکوي، کلکوالی ورکوي، استنادي یا عمل لري، استنادي حیثیت لري. او همدارنګه بلې د چینل پروتین چې یو چینل یا یو لاره د هغه مواد انتقالوي چې اوبو کې منحل وي، اوبو کې حل شوی وي. او همدارنګه بلې د کاریر پروتین. کاریر پروتین د یو انتقال کوونکي حیثیت لري په اکتیو او پاسیو ترانسپورت یا اکتیو او پاسیو انتقالاتو کې. او بل ډول هم ریسپتور پروتین ده چې د یو آخذې په حیث عمل کوي. او همدارنګه ځینې پروتینونه دي چې په انزایم جوړولو کې او همدارنګه د انتیجن جوړولو کې برخه لري. بیا هم ستاسو وار دی، نوبت شما هست. خب کسایی که در درس سهم نگرفتن، خواهران ما که تا هنوز سهم نگرفتن آنها هم باید سهم بگیرن. فاطمه امیری. فاطمه امیری، خواهر ما فاطمه امیری.
الله الرحمن الرحیم. پروتئین های غشای حجروی یا پروتئین های سل ممبران که است به 4 نوع تقسیم میشه. یکی از انتگرال پروتئین که امی به حیث ساختمان استنادی یا که به امی سبب استحکامیت امی سبب استحکامیت مثل ممبران میشه. و دومش که است مجرای عبور مواد منحل در آب که امی باعث امی که باعث میشه که در آب بشه امی حل شده. و دیگه کاریر پروتئین به حیث ناقل در اکتیف و به حیث اکتیف و پاسیف است. و دومش که است به حیث آخذه عمل میکنه. درست خواهر گرامی. خواهر بعدی ما شازیه صفدری. بسم الله الرحمن الرحیم. پروتئین غشای حجروی که است به 4 دسته است. یک انتگرال پروتئین داریم که به حیث ساختمان استنادی عمل میکنه و چنل پروتئین داریم که مجرای عبور مواد منحل در آب، یعنی موادی که در منحل میشه در آب را او را عبور میدهه. و کریر پروتئین داریم ببخشید به حیث ناقل در اکتیو ترانسپورت و پاسیو ترانسپورت. ببخشید استادی بخش نفهمیدم. و دیگه داریم که ریسپتور پروتئین داریم که به حیث آخذه کار میکنه. و بعدش و بعضی مولکول های پروتئینی که در ساختن انزایم ها و همچنین به حیث انتیجن ها چی میکنه، اینا کسا برای ازنا کمک میکنه. اصلا میشه مو کریر پروتئین دوباره توضیح بدین؟ درست خواهر گرامی. کاریر پروتئین به حیث ناقل یا انتقال دهنده در اکتیو و پاسیو ترانسپورت نقش داره. ما یک بحث جداگانه داریم. بعد از اینکه می اجزای حجره را خلاص کردیم، انتقالات حجره را میخوانیم که حجره به کدام مکانیزم و کدام طریقه مواد داخل خود انتقال میدهه. یک بحث جداگانه داریم که در مورد اکتیو و پاسیو ترانسپورت مکمل معلومات او ارائه میکنیم. حالا فقط همه قدر بدانین، چون اگر حال تشریح کنیم بحث کم مغلقتر براتون میشه. حالا فقط همه بخوانین که کاریر پروتئین به حیث ناقل در اکتیو و پاسیو ترانسپورت نقش داره و بحث آهسته مغلقتر میشه، ولی مرحله به مرحله که پیش بریم مشکل نمیشه. حالا بحث ما در غشای حجروی است. باز یک بحث دیگه داریم که انتقالات در داخل و خارج حجره به کدام مکانیزم ها به چند طریقه صورت میگیره. یک بحث جداگانه در مورد از این مکمل داریم که بعد از اینکه که اجزای حجره را شناختیم، ارگانیل های حجره را شناختیم، در اخیر بحث حجره یک بحث داریم به نام انتقالات داخل و خارج حجره که به کدام مکانیزم و به کدام طریقه ها مولکول ها داخل و خارج حجره میشه. بحث جداگانه در این مورد داریم. این بحث هم فهمیدیم که پروتئین هاش بود و بحث ادامه میدهیم. خب این هم پروتئین هاست که در تصویر مشخص شده. بخش پروتئین و بخش لیپید مشخص شده. اینجا در این قسمت میبینین یک پروتئین هست و پروتئین است و پروتئین ها اکثریتش حیثیت انتقال داره، یا حیثیت انتقال دهنده را داره یا حیثیت هورمون داره و یا هم در ساختن انزایم ها و انتیجن نقش داره. و اینجا هم در مورد پروتئین ها در تصویر باز هم معلومات ارائه شده که پروتئین ها را مشخص کرده. مثلا انتگرال پروتئین اینجا مشخص کرده، چینل پروتئین مشخص کرده است و به می قسم پروتئین های محیطی را و سایر پروتئین ها را اینجا مشخص کرده است و به صورت عمومی پروتئین هم خواندیم که کدام وظایف انجام میده. و بخش اخیر غشای حجروی هم کربوهیدرات است یا شحم است. کربوهیدرات یا شحم غشای حجروی که به صورت عمومی به نام گلایکوکالکس یاد میشه. گلایکوکالکس به 2 بخش تقسیم شده: گلایکولیپید و گلایکوپروتئین. مواد قندی حجره در غشای حجره که وجود داره به نام گلایکوکالکس یاد میشه و گلایکوکالکس به 2 بخش تقسیم شده: یکی
قندی مواد په حجره کې د ګلایکوکلیکس په نامه یادېږي او ګلایکوکلیکس په دوو برخو ویشل شوی ده. یو ګلایکولیپید ده او بل ګلایکوپروتین. گلایکولیپید به معنای چی این معنا داره که شحم و مواد قندی یک مرکب مغلق ساخته و گلایکوپروتین شحم مواد قندی و پروتین یک مرکب مغلق ساخته که هر دویش گلایکولیپید و گلایکوپروتین به نام گلایکوکلیکس یاد میشه و وظیفهش چیست؟ حجرات مجاور به هم وصل می سازه. حجراتی که در پهلوی یکدیگر یا در کنار یکدیگر قرار داره با هم متصل می سازش، یک به حیث پل ارتباطی است. مواد قندی گفتیم به صورت عمومی به نام گلایکوکلیکس یاد میشه. گلایکوکلیکس به دو بخش تقسیم شده: گلایکولیپید، گلایکوپروتین. و وظیفهشان چیست؟ حجرات مجاور به هم وصل میسازه، حجرات مجاور متصل میسازه، پل ارتباطی میان حجرات مجاور می باشه. چون چارج منفی داره، از عبور مواد که چارج منفی داره از داخل حجره به خارج حجره جلوگیری میکنه. مثلا از کلورین که چارج منفی داره نمیگذاره خارج بره، یا هم هر عنصری که چارج منفی داشته باشه، هر ماده‌ای که چارج منفی داره نمیگذاره که بیرون بره. و همچنان بعضی مولکول های قندی به حیث آخذه یا رسپتور هم اجرای وظیفه میکنن. قندی مواد د حجروی غشا کې د ګلایکوکلیکس په نامه یادېږي. د ګلایکوکلیکس په نامه یادېږي او ګلایکوکلیکس په دوه ډوله ده، یو ګلایکولیپید او بل ګلایکوپروتین. ګلایکولیپید یعنی قند او شحم مغلق مرکب جوړوي. ګلایکولیپید هم دا مرکبات دي او ګلایکولیپید قند او پروتین مغلق مرکب جوړوي، د ګلایکوپروتین په نامه یادېږي. په مجموع کې ګلایکولیپید او ګلایکوپروتین د ګلایکوکلیکس په نامه یادېږي. دا قندي مواد هغه حجرې چې یو بل څنګ کې قرار لري هغوی وصل کوي یو بل سره، او همدارنګه دا مواد منفي چارج لري او نه پرېږدي چې هغه مواد چې منفي چارج لري د حجرې څخه بهر ووځي. او همدارنګه ځینې قندونه شته چې د آخذه یا رسپتور وظیفه یا دنده هم سرته رسوي. د آخذه یا رسپتور وظیفه هم سرته رسوي. اوس هم د تاسو وار دی، باز هم نوبت شماست. یک خواهر ما این بحث تشریح میکنه. خواهرای ما که تا هنوز سهم نگرفته آنها هم باید در درس سهم فعال داشته باشه و از تشریح درس، از تکرار درس، از جواب گفتن به سوالات هیچ وقت ترس نداشته باشین، بلکه آماده باشین همیشه سوالات جواب بگوین. خب خواهر ما از اکانت به نام صمیمی. خب استاد، ما کربوهیدرات غشای حجروی داریم که در کل به نام گلایکوکلیکس یاد میشه. گلایکوکلیکس به دو دسته تقسیم میشه که یکی گلایکولیپید هسته و گلایکوپروتین هسته. گلایکولیپید یعنی مثلا میکس چی یک از هر دو مواد قندی از شحمیات و چی قندها ساخته شده و گلایکوپروتین از شحمیات و پروتین ساخته شده که وظیفه حجرات مواد قندی در غشای حجروی است که حجرات که در پهلوی هم باشه را با هم دیگه وصل میسازه. چون مواد قندی در غشای حجروی چارج منفی داره، از عبور مواد که دیگری که عنصرهای دیگه که باشه که چارج منفی داشته باشه از داخل و خارج جلوگیری میکنه و بعضی از مولکول های قندی به حیث رسپتور یا آخذه نیز میتونه که اجرای وظیفه کنه. درست است خواهر گرامی، به طور عالی تشریح کردین و بحث ادامه میدهیم. در این تصویر باز هم یک تصویر کلی از غشای حجروی آمده و غشای حجروی را بخش‌هایش مکمل
در تصویر نشان داده شده که کدام بخش ها را داره که تمامش ما تشریح کردیم. به صورت عمومی سل ممبرین گفته بودیم از 3 بخش تشکیل شده بود که پروتئین بود، لیپید بود و کربوهیدرات بود. در این تصویر هم بیشتر کربوهیدرات ها تشریح شده که کدام نوع کربوهیدرات ها را داره. نام های مختلف داره کربوهیدرات هایش که در این قسمت شما میبینین نام هایش ذکر شده. تصویر کم بزرگ کنم. در این قسمت شما میبینین بخش کربوهیدرات ها نوشته شده است و بعد از او کدام نوع کربوهیدرات ها در وجود داره تمامش ذکر شده که بیشتر بحث کیمیا میشه و در این تصویر شما یک تصویر کلی از این داشته باشین که از کدام بخش ها تشکیل شده است و کدام خاصیت ها را داره، کدام وظایف انجام میده، بیشتر دمی بحث شده است به صورت عمومی. ولی فعلا در این بحث قدر بیشتر بحث نداریم چون بحث کیمیا میشه. اگر در کیمیا توضیحات بدهیم شاید یک تعداد شما در کیمیا معلومات زیاد نداشته باشین، بحث براتون کمک مغلق پیچیده شد چون بحث های اولی ما از بیشتر در این بحث در آینده ها هم داریم. پس 3 بخش عمده غشای حجروی را فهمیدیم. حالا بحث دیگر داریم که غشای حجروی کدام وظایف انجام میده و همچنان خب وظایفش چی است و بعد کارخانگی میایم. وظایف غشای حجروی چی است؟ د حجروی غشا وظیفه سدی. وظایف غشای حجروی به صورت عمومی این وظایف انجام میده 5 یا 6 وظیفه را که انجام میده. اولش حفاظت از سایتوپلازم و ارگانیل هاست. ارگانیل ها مانند اجسام گلجی، رایبوزوم، پراکسیزوم، مایتوکاندریا اینیا ارگانیل ها گفته میشه. پس وظیفه اولش حفاظت سایتوپلازم و ارگانیل ها است. وظیفه دومش محافظت شکل و اندازه حجره است. اندازه حجره و شکل حجره را غشای حجروی تشکیل میده که شکلش چگونه باشه، اندازهش چقدر باشه، در این غشای حجروی نقش داره و همچنان به حیث غشای نیمه قابل نفوذ عمل میکنه. بعض مواد جذب میکنه و مواد اطراح میکنه. بعد از اینکه در حجره به مصرف برسه مواد اضافی را اطراح میکنه و در تبادل گازات تنفسی که حجره هم به گازات تنفسی ضرورت داره در تبادل گازات هم نقش داره. پس نود سل ممبرین یا حجروی غشا وظیفه داده چې اول د حجره سایتوپلازم او ارگانیلونو څخه حفاظت کوي. د سایتوپلازم او ارگانیلونو څخه حفاظت کوي. دویم د حجره شکل او اندازه تعیینوي. دریم د یو نیمه قابل نفوذ غشا یا پرده په حیث عمل کوي. ځینې مواد جذبوي او همدارنګه اضافي مواد کله چې حجره کې مصرف ته رسیږي اضافي مواد د حجرې نه بهر باسي او همدارنګه حجره هم تنفسی گازات لکه اکسیژن د مسایل ته ضرورت لري نو دا گازات تبادله کوي. پس امی وظایف می باشه و همچنان کارخانگی موضوعش مانده. کارخانگی چند سوال است. 3 سوال کورنۍ دنده ده که در این سلاید است. کارخانگی در این قسمت است. خب کارخانگی شما اینی سوال ها است. دا پختن است از کورنۍ دنده ده. کارخانگیتان امی است که کارخانگیتان سوالات است که مکمل تمام درس امروز تکرار براتون میشه. ایره که عاجل نوشته کنه بخوانین یادگیری براتون خیلی آسان میشه. اول سوال داده حجره از کدام بخش ها ساخته شده. حجره د کومو برخو څخه جوړ شوی ده. وظایف غشای حجروی چی می باشد. د حجروی غشا وظیفه کوم دی. وظایف پروتین غشای حجروی چی است. د حجروی غشا پروتین دنده است ده. د حجروی غشا لیپید دنده یا وظیفه است ده. اما قسم از مواد قندی وظیفه چی است و
در تشکیل غشای حجروی هر مواد چند فیصد تشکیل میده. بحث امروز ما به پایان رسید و همین مسائل یک بار تکرار کنین و نکات مهمش از یاد کنین، چون رشته حیاتی را میخوانین، رشته که با زندگی انسان ها ارتباط داره، پس به شکل درست اساسی در درس ها و کارخانگیتان توجه داشته باشین. تا درس دیگر خدا حافظتان، همیشه موفق باشید.